بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم. یه سفری پیش اومد، یه چند تا اتفاق و شاید زیباترین اتفاقش این بود که با استاد محضری عزیز دبیر ادبیات سال 73 74 بچه‌ها خودمون توی دبیرستان شریعتی که هممون انصافا خاطرهای بسیار زیبا ازش داریم، دوباره دیداری تازه شد و محضرشون رسیدیم. شاید یکی دو سه تا جمله و صحبت با شما داره. استاد عزیز خدمت شما هستیم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. جمع برای من و معلم های نسل من بسیار ستودنی بود و بزرگ مردی ها، جوان مردی های زیادی ما از مردم جمع، مخصوصا از دانش آموزها، از جوانان دیدیم. درس های زیادی ازشون گرفتیم و واقعا تجربیات زیادی رو ما کسب کردیم که در هیچ جای دیگه نمیتونستیم اونها رو کسب بکنیم. من تمام جمع رو متعلق به خودم میدونم، اینقدر که به جوانهاش عشق میورزیدم. تمام کوچه ها، تمام خیابون ها، تمام باغ ها، تمام درخت ها متعلق به من داشته. شبها خیلی زیاد با به خاطر آوردن اونها به خواب میرفتم، چون بسیار دوست داشتم تمام جزئیات جمع، تمام جوانای جمع. دیگه چیزی ندارم. قطعا اگر امروز جمع به این جایگاه رسیده، بدون شک مدیون بزرگ مردانی چون حضرت عالی است که توی سالهای خیلی سخت، سالهایی که واقعا جمع فاقد هر گونه امکاناتی بود، از شهر زیبای گرگان، شهری که ما الان میبینیم چقدر زیبا و سرسبز است، انشالله که همیشه سرسبز و ماندگار باشه، با همه امکانات با دل میکنید میایید اونجا و آنچه دارید در طبق اخلاص میذارید تا بچه ها یاد بگیرن. جمع گفتم خیلی مدیون شما هست، انشالله که خداوند سایه شما رو مستدام بداره و اگه امروز جمع در همه زمین ها حرف برای گفتن داره، قسمت عمده ای از این اساس و بنا مدیون شماست. خیلی دوستتون داریم، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنیم. به امیدی که فرصت ایجاد بشه تشریف بیارید جمع، دبیرستان دکتر شریعتی، کلاس اول سی که الان اکثر بچه ها از اونها هستن. اون زمان 3 تا کلاس